ما اینجا تو پایتخت مرکبات با یه تکه پلاستیک زوار رو درمانش میکنیم. توانا بود هر که دانا بود. دوستان عزیزی که تو باغشون سرخشکیدگی خیلی زیاده و درختاشون نابود شده و میگن دلیلش وجود زوال توی مرکباته. ببینید اینجا باغ آقای دولت‌ها اومده با یه ابتکاری از خودشون پلاستیک کشیدن دور درخت‌ها. حالا این مراحل داره که کی بکشی کی پلاستیک رو جمعش کنی و این کارشون باعث شده که درخت شادابتر باشه، جوونه و جوش خیلی بهتری بیاره و سرخشکیدگی هم نداشته باشه. نکته اینجاست، ببینید لیمو ترش این روزا هر جا باشه سرخشکیدگی داره و هر کسی، حالا دلیل اصلیش ناتراسیا هست ولی دلیل اولیه ضعف درخته. پلاستیک کشیدن باعث میشه رطوبت دور درخت بمونه و درخت شما ضعیف نشه. بهترین زمان کشیدن این پلاستیک هم، حالا دوستان شاید سوالشون باشه که این کار رو انجام بدیم، برج 2، یعنی بعد از اینکه درخت گلش ریخت و نارنجکی محصول، اون موقع شروع میکنن به کشیدن پلاستیک و تا برج 8 تقریبا بعد از برداشت پلاستیک دور درخت میمونه که دوباره زمستون برش میدارن، حالا پاکن عملیات پوده‌ای انجام میدن و دوباره برای سال آینده. حالا این زمانی هم که پلاستیک رو دارن میکشن حتما میام براتون فیلم میگیرم. کشتتون بیافرین.